کانال یوتیوب مدیا به عنوان یک پلتفرم اطلاعاتی هیچگونه محتوایی را تایید یا رد نمی‌کند و تمام ویدیوها صرفاً برای اطلاع رسانی و تبادل نظر ارائه می‌شود. مسئولیت پذیرش یا رد وجود هر گونه موجودات یا پدیده غیر طبیعی به طور کامل بر عهده مخاطبان است. پیشنهاد می‌کنیم قبل از قضاوت راجع به هر موضوعی از تبعات آن مخبر شوید. 22 نوامبر 2021 دو پلیس برای بازرسی به خانه اعزام شدند که صاحبخانه ورود غیرقانونی شخصی را به داخل خانه خود گزارش کرد. خانه‌ای که گاهن صاحبخانه آن را در سایت ایربی‌ان‌بی اجاره می‌داده، اما خیلی وقت بود که خانه مستاجری نداشته. صاحبخانه وقتی به خانه رفته بود دیده که در ورودی باز است و همان لحظه با پلیس تماس می‌گیرد. وقتی پلیس از راه میرسه سریعا شروع به جستجوی ملک میکنه، اما در حین بازرسی ملک اتفاق بسیار عجیبی میافتاد. حوادثی که در حین بازرسی رخ میدهد هر دو افسر را به شدت میترسونه. ویدیو از طریق دوربین وقایع پلیس دوم ضبط شده است. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Just stay here, man. Police, if anyone's here, make yourself known. Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear.
Yeah, we're good. نکته‌ای که به نظر میرسه اینه که چرا پلیس‌ها زحمت روشن کردن چراغ‌ها رو به خودشون نمیدن. ولی در واقع این کار منطقیه، چون طبق آموزش‌های وقت گذاشتن برای پیدا کردن کلید و نور میتونه حواس رو پرت کنه و تهدیدی برای افسر باشه. وقتی که افسر طبقه بالا رو میگرده، صدای قدم‌های ناگهانی درست از پشت سرش شنیده میشه که پلیس توضیحی راجبش نتونست. افسرها باید برای روبرویی با هر خطری آماده باشن، پس تمام توجهشون به تهدیدیه که در کمینشونه. صاحبخانه بعدا احتمال وجود موجود غیر طبیعی رو در خانه مطرح کرده که البته حقیقت این موضوع قطعا یک راز باقی خواهد بود. در این ویدیو اتفاقی در خانه میفته که زن و شوهر وحشت‌زده کرده. در سال 2021 کلیسا آدم میتونستن خونه رویایی که میخواستن و با پول کمی که داشتن بخرن، با این توجیه که صاحبخانه پول لازم بوده. اوایل خیلی هیجان زده و خوشحال بودن برای خونه جدید، اما بعدن که فهمیدن چیزی در این خانه وجود دارد تماما ورق برگشت. کریستا گفته بعد از هفته اول به خاطر اتفاقات عجیب و اینکه دائما باور نمی‌کرده دوربین‌های در سراسر خونه جاسوس کردن تا همه چی را ضبط کنند و ثابت کنن اتفاقات توهم نیست. البته که لحظاتی که ضبط شده شدیداً حالشون رو خراب کرد. نیمه شب 6 آگوست 2021 یک دوربین در راهرو این صحنه رو ضبط کرد. البته که علت این اتفاق میتونه مزاحمت توسط یک فرد رهگذر باشه که با اتفاقات ویدیو بعد این احتمال رد میشه. این ویدیو فردای ویدیو قبلی است و زمانی از آشپزخونه ضبط شده که هر دوی آنها در آشپزخونه بودند. Hanging out with your friends, if that's how it's gonna make you feel at the end of the day. Like it feels more like They don't mean to do. They're not like planning on. You know. They you don't. know how shitty it feels to hang out with a group of people and they don't even want you there. Like They do want you But there. I'm only They there want you because there. they They like you a lot. you. No, they don't. They That's like. the only They reason. like. Yeah, they like me. They're my friends. But they're because they're my. But they like you a lot. They're acting rude to me. They're not. They're not trying. That's just how they. Hey. درست زمانی که دعواشون شدید میشه، بشقاب یکی از کابینت‌ها
بی علت میفته و بعد بشقاب‌های دیگه پشت سر هم به سمت دایمن میفتن. انگار که کسی از صدای آنها عصبی شده باشه. اما ویدیوی بعدی که تقریبا 1 هفته بعد ضبط شده است عجیبتر به نظر میرسه. این اتفاقات در اواخر شب 11 آگوست وقتی که کریستا در خانه تنها در حال گشتن اکسپلور است اتفاق میفته. کریستا با خیال اینکه دائما از بیرون اومده منتظر تا اونو ببینه، اما بعد چند ثانیه که کسی دیده نمیشه کریستا از تخت بلند میشه و دنبال صدا میگرده، اما کسی یا چیزی رو نمیبینه. در ویدیو بعد دایمون توضیح میده که راه جز ترک خونه تا مشخص شدن علت حوادث نداره. Yeah. We're just outside because it's getting weird in there and we don't feel safe being in there anymore, so we're just gonna go to a Airbnb for the night and just for the night, and then we're gonna figure out what to do. اتفاقات آنقدر شدید شده بود که آنها دیگر احساس امنیت نمی‌کردند و مجبور به ترک خونه شدن. چند روز بعد تصمیم میگیرن به خونه برگردن و موجودی که اونها را آزار میداده رو احضار کنن به امید اینکه بتونن یه جوری از خونه دورش کنن. کل جلسه توسط دوربین ضبط شده، اما ضبط این مراسم ها واقعا اشتباه بزرگی. Okay. Close your eyes. در این ویدیو دوش خود به خود شروع به لرزیدن میکنه. زمانی که هر دوی آنها احساس خفگی میکنن با عجله فرار میکنن و سریع خونه رو ترک میکنن و خونه به خاطر فروش نرفتن تبدیل به یک متروکی میشن. و اما نظر شما راجع به این اتفاقات عجیب چیه؟ فقط قضاوت نکنید. اگر شما هم ویدیو ترسناک و هیجان انگیزی دارید میتونید با ما به اشتراک بگذارید. فیلم ها و اتفاقات ترسناکی که برایتان پیش آمده را به ایمیل madio@gmail.com ارسال نمایید. با ما دنیا ترس رو کشف. یک یوتیوبر به اسم کریس هیل در انبار متروکه‌ای در کنار کلیسای اطراف هیل سیتی می‌گردد که با چیزی وحشتناک روبرو می‌شود.
او بعد از اینکه چیز عجیبی مشاهده میکنه تصمیم میگیره یک دوربین هم همراه خودش فیلم ضبط کنه. با اینکه مشخصا میترسیده برگرده، ولی اون از همون مسیر دفعه قبل میره تا دوربین بتونه اون چیزی که اون دیده رو فیلم بگیره. اما این دفعه وقتی به راه رو میرسه همه چیز عجیب میشه. It's still really cold in here. Look, you can see my breath now. Look. Like, that's how you know I'm not lying. But look, I'll do it out here. You don't see my breath. But as soon as you come in here, oh my God, it's freezing. As soon as you come in here, I don't know if the camera can see that. I hope so. But that's crazy. کاهش دم اغلب اوقات در مکانهایی که موجودات فراتبی زندگی میکنن مشهوده، اما اتفاقی که در ادامه ویدیو میفته این ویدیو رو وحشتناکتر میکنه. زمانی که کریس به همون جای قبلی میرسه چیزی اون رو لمس کرده و بلافاصله دچار ترس. اگر به ویدیو دقت کنید متوجه نور آبی میشین که اون اولین دوربینی است که کریس نصب کرده و ویدیو اول از طریق اون ضبط شده. کنار این دوربین پله کوچکی هست که به زیر زمین میره و کریس برای بار اول به اونجا میره تا چیزی پیدا کنه. It's a weird noise in this room. That's creepy. It's a weird noise in this room. اگر کمی صدا رو زیاد کنیم متوجه صدای شبیه به زمزمه کسی با صدای یک نواخت میشیم. ولی کریس گفته اگر این صدا رو اونجا میشیندم یک لحظه هم اونجا نمیموندم. اما اتفاق بعدی است که باعث فرار اون میشه. وقتی اون به راه رو برمیگرده با صحنه‌ای روبرو میشه که اصلا فکرشو نمی‌کرد. Really creepy in here. As I walk, it sounds like people are talking. I don't know if that's just the sound of my feet echoing or what. It's really creepy. Bones are still there. It's nasty. What the hell? What the hell is that? Something's up there. Holy sh- I know y'all heard that. That scared the shit out of me. That scared the shit out of me.
وقتی کریس چیزی را از لای نرده‌های بالا می‌بینه به وحشت به بالا می‌دوه، غافل از اینکه توی این مدت دوربین داشته از اونجا فیلم می‌گرفته و تصویر شبحی که روی هوا راه می‌رفته رو ضبط کرده و بعد اونو از نرده‌ها می‌بینه. This big ass box just fell on this grate. Maybe it fell from up there. Oh my god, my heart's racing. Okay, you know what? I'm gonna put the IR camera up here while I explore. That'd be a good idea. Yeah, that's what I'm gonna do. I got the IR camera set up at the top floor. بعد نصب دوربین مادون قرمز جدید، کریس امید داره از چیزی که اونجاست فیلم بگیره. اما وقتی کریس به مکان دوربین جدید برمیگرده با چنین صحنه‌ای روبرو میشه. به گفته کریس در اینجا توسط نیروی نامرئی مورد اصابت قرار میگیره که اون رو به زمین میندازه و بعد از چند دقیقه بیهوشی اون متوجه میشه که چه اتفاقی براش افتاده، که همون لحظه وسایلش رو برمیداره و از اونجا فرار میکنه. با اتفاقات افتاده و چیزهایی که ضبط شده مطمئنا چیزی یا کسی در اونجا زندگی میکرده که علاقه‌ای به آدم‌ها نداشته. بعدها کریس گفته نمیدونم چه چیزی اونجاست ولی مطمئنم دیگه به اونجا هرگز نمیرم. ویدیو بعدی در بیمارستان سانتوریو آرژانتین ضبط شده. در این ویدیو نگهبان در حال گذراندن شیفت شب بود که از غیب چیز بسیار عجیبی ظاهر می شود. این بیمارستان تقریبا در اطراف شهر در محلی خلوت و آرام قرار دارد. ساعت 3 بامداد دوربین‌های مدار بسته نگهبان را در پشت میز خودش نشون میدن که ناگهان در ورودی باز میشه. به گفته نگهبان پیرزنی وارد بیمارستان شده که در ویدیو میبینیم نگهبان بلند شده و کمک شخصی میکنه، اما طبق ویدیو ضبط شده هیچ شخصی جز نگهبان در اونجا قرار نداره. تمام جزئیات حرفای نگهبان درسته به جز یکی از آن، اینکه پیرزن وارد بیمارستان شده و با اون ملاقات کرد. این پیرزن به شکل عجیبی هیچ کسی جز اون نگهبان ندیده، نه در خیابان و نه در بیمارستان، ولی باز شدن درها نشونه وارد شدن چیزی هستن و احتمال توهم نگهبان رو رد میکنن. ضمناً در اینجای ویدیو نگهبان جدا از دیدن با شخصی صحبت میکنه. به گفته نگهبان بعد از ورود پیرزن به علت ضعیف بودن ویلچر رو برای اون میاره، اما بدون هیچ دلیلی اون نمیشینه و به سمت آسانسور میره و به نگهبان میگه
به طبقه نهم میرم تا وسایل خودم رو که دیروز جا گذاشتم بردارم. طبق فرمی که نگهبان پر کرده، نام پیرزن جزو بیمارانی بوده که روز قبل فوت شده و انگار روحش باور نکرده مرده و دنبال لوازمشون بوده. اما هیچ قطعیتی مشخص نیست. موجود در این ویدیو هم برای همیشه یک راز خواهد بود. این ویدیو از شان مکالف است که ادعا میکنه چیزی بسیار عجیبی با دوربین ضبط کرده. شان میگه که اون 23 ساله توی این خونه زندگی میکنه و از 14 سالگی به این خونه اومده و در این سالها چیزهایی میدیده که نمیدونسته چجوری توصیفشون کنه و فکر میکرده تخیلات ذهنی و یا اثر مواد بوده. برای همین خیلی نگرانش نمیکرده تا زمانی که تعداد دفعات این اتفاقات زیاد میشه و متوجه میشه بقیه همونا رو میبینن. برای همین به فکر میره که شاید چیزهایی که دیده واقعی باشن. به خاطر همین دوربین های توی سطح خونه کار در اینجا اواخر شب 5 دسامبر 2022 است و شام خونه نیست که ناگهان دوربین اتاق خواب شروع به حرکت میکنه. انگار که سنسور دوربین حرکت چیزی رو احساس کرده باشه و چند ثانیه بعد این صحنه ضبط میشه. همونطور که دوربین به سمت روبرو برمیگرده یک چهره تاریک دیده میشه که به حرکت دوربین داره نگاه میکنه. اما قبل از اینکه درست دیده بشه سنسور دوربین باز اون رو به سمت چپ میچرخونه و موجود از دید خارج میشه. انگار که توجه یک سایه جذب دوربین شده. اما زمانی که دوربین به سمت اون میچرخه با سرعت به سمت چپ دوربین میاد، سرعتی که در فریم های دوربین ضبط نشده. این موجود هر چیزی که هست شان رو به شدت ترسونده چون تونسته فیلمی از چهره اسرارآمیز اون داشته باشه. اون الان مطمئنه که توی خونه تنها نیست و یک هم خونه این همه سال باهاش بوده. حالا شما بگین به نظرتون این مدرک وجود چیزی فرا انسانه یا ساخته دست بشر؟